تو شب اگه ساعت 10 شب بری تو خیابون راه میری، فقط داری راه میری. هیچ دختری 10 شب تو خیابون راه میره فقط راه نمیره، داره فرار میکنه. سلام برعکس یوتیوب. آقا خواستم خبر خوبو دوباره بدم. الان میدونم موضوع احتمالاً چون امروزه، ولی با که شما ویدیو رو ببینید چند روز دیگه است. رئیس جمهور کشورمون متاسفانه مرد، ولی از اون و خوشبختانه یه آدم قاتل و بی منطق و الاغ مرد. منم منظورم اینه که ایشون قاضی بوده و دستور مرگ خیلی آدما رو داده و توی ایران میدونیم همه آدما به خاطر فقط باهوش بودن یا با جرأت بودن کشته میشن. یعنی کسی واقعا کار بدی نکرده. همون قدیما که مثلا یارو به یارو گلگاو زبون میداد دلش درد میکرده و شب میان آتیشش میزنن چون مثلا جادوگره. اون یارو که دخترش میسوخه این چه احساسی داشته. حالا این با هزاران نفر این کارو کرده. یعنی واقعا خدا وکیلی. داشتم سوال میکردم با یکی، گفتم که سوال این بود که آقا فکر میکنید کسی این کارو کرده یا خودشونه؟ گفتم نه، این هلیکوپتر احتمالاً خراب شده، یا بهترین حالت خلبانا لحظه آخر برگشته فوش خار مادر به همه داده و دستا رو کشیده پایین دیگه، همینجوری رفتن پایین. خیلی واقعا من از من با شعورانه ترین کار اگه مثلا یه آدمی تو همچین سیچویشنی باشه و به شعور برسه، که من که دیگه تمام زندگیم به قول معروف گند زدم، آپشنی هم ندارم. اگه این کارو بکنم یه آدم خیلی کثیف و پاک میکنم. و این یک. دو، به چیزی که فکر میکنم این نشون میده، یعنی این پروف کامل اینه که انتخابات ایران دروغه. چون اگه انتخابات واقعی بود، اکثریت آدما یکی رو دارن انتخاب میکنن. حالا یا کسایی که میخوان انتخاب بشن و دارن اصلا انگولک میکنن، فقط آدم آشغال میذارن که اصلا کسی واسش اهمیت نداره، یا مردم اصلا رأی نمیدن حتی اگه خوبم بذارن. در هر صورت هر چی که هست کیس، این نشون میده که اکثریت مردم واسهشون مهم نیستش که این یارو مرد و این خیلی ناراحت کننده است. فکر کن یک کشور رئیساش مردن و مردم براشون مهم نیست. مثلا فکر کن تو یک هواپیما داره پرواز میکنه، بعد میگن میخواستیم بگیم که خلبان و همه مردن، بعد مردم داریم چقدر غیر عادی این صحنه تو کشور ما داره اتفاق میفته الان. اصلا منطقی نیست. تو در هر صورت و هر وضعیتی باید به خلبان اعتماد داشته باشی دیگه. ولی ببین انقدر که تفکری زیاد شده که دیگه خلبانم مردم اعتماد بهش ندارن و خلبانم آدم کثیفی بوده که وقتی مرده همه اخبار در راجعش می‌نویسن چی؟ قصاب ایران. تو اینجا همش هم بهش میگن، معروف بود به اسم قصاب ایران. خواستم بگم که این موقعاست که نشون میده خدا وجود داره. اینجا دیگه اسرائیل خدا اعتماد داره. وقتی یه پسر با یه دختر پسر با هم دوست میشن، 100% دوستون یه فازی هست. نظرت چیه؟ 100%. هیچ پسری بیکار نیست بره با دختر دوست شه. اگه من اشتباه میگم تو کامنت من پسر رو لطفا جواب بدین. درسته حرف ممکنه. چیه دخترها فانه؟ نمیشه باهاشون شوخی کرد، نمیشه باهاشون کشتی گرفت، نمیشه باهاشون رفت بیرون دیوونه بازی در آورد. فقط به درد یه کاری میخورن، حداقل از چش ماها. یعنی به نظر دوستی دارم صحبت میکنم و دخترها همه کار میتونن بکنن، ولی به خاطر رفاقتی نه. کاری چی واقعا من هیچ وقت نشد تو زندگیم وقتی به دوست فکر میکنم به دوست دختر فکر کنم، به غیر از یه دوست دختری که الان دارم که 25 سال 30 سال نه بیشتر 35 سال، واو 30 سال 10 سالگی تقریبا میشناسمش دیگه. 30 سال من با این آدم آشنام و به خاطر زمانی که ما با هم آشناییم با هم دوست شدیم. یعنی زوری با هم دوست شدیم. میفهمید چی میگم؟ اون خیلی آدم خوبیه، من آدم بدی نیستم. بعد زن خوبی شده، شوهر اونم شوهر خوبیه، اون شوهر با من اوکیه، زن منم با این اوکیه، ما رابطمون مونده. چیز خیلی خاص غیر عادیه. یعنی تو امکان میدی که همچین چیزی باشه؟ نه واقعا اصلا تو 100 تا دوستی که میبینی به نظر من 95 تاشون فقط و فقط واسه اینه که پسره میخواد ترتیب دختره رو بده. من خودم یه رفیق داشتم باش 2 سال دوست بودم. کلا باید یه سودی باشه. حالا مثلا چه میدونم شاید دختره مثلا دور و برش دختره خوشگل‌تر باشه، میدونی چی میگم؟ مثلا به این بخواد نزدیک بشه که مثلا چیز کنه. خب آره اونم باز ولی حرف ما دیگه که بس رفاقت واقعی نیست. یا پولداری ببین کلا همین اونجوری نیستش که بخوای مثلا دوستی دختر پسر رو هم جنس خود مقایسه کنیم. خب اون حرفی که تو میزنی اصلا قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه
دوستی پسر با پسر هم اونجوری اتفاق میفته. یعنی تو با یه پسری دوست میشی که هیچی نداری، فقط چون یارو ماشین داره، یا فقط چون یارو مکان داره، یا یارو چون فقط دخترای خوب میشناسه. یعنی اونم اتفاق میفته واسه پسر. واسه همین بس نمیتونی اونو مقایسه کنی، چون اون تو دو طرفه است. ولی تو وقتی نگاه میکنی فقط روی، مثلا من دارم تو خیابون میرم بیرون تو زندگیم، یه روز میرم یه مهمونی، یه میرم مسافرت 5 روزه، بعد یکی رو میبینم که اخلاقمون به هم میخوره، با هم دیگه بگو بخندیم، جوکامون یکیه، جفتمون مثلا فیفا بازی میکنیم، نمیدونم این بعد برمیگردیم از اون سفر، هفته بعد به اون یارو زنگ میزنم، 5 سال بعد به اون یارو زنگ میزنم، 10 سال گذشته من با اون یارو هنوز دوستم. من یه دونه خاطره اینجوری دختر ندارم و تا حالا اینجوری هم ندیدم یه پسر خاطره دختر اینجوری داشته باشه که مثلا با همه مسافرت بعد یهو با یه دختر به اسم مژگان دوست شه، بعد دیگه اینا مژگان همیشه با هم لاوی داوی بگو بخند عشق و حال، هیچی هم بینشون نیست. یا اینکه یه روزی همون اول ما هم یه کاری کردن، بعدش تبدیل شده که با هم بمونن، یا با هم موندن که برسن به یه بومچیکی بومی به هم برسن در آینده. حالا از هر طرف هم میتونه باشه، میتونه دختره مثلا میخواد ترتیب پسر بده، امیدواره پسر نمیخواد دیگه، حالا همینجوری گفته رفیق باشیم، یا برعکسش. ولی من تا حالا این وریشو ندیدم که مثلا تو بری واقعا با یکی دوست بشی، ولی اون وریشو زیاد دیدم که دو پسر همدیگه تو زندگیشون ندیدم. من خودم یه گروه پوکر انداختم، 10 نفر رو دعوت کردم که هیچ وقت همدیگه رو ندیدن بودن. اون 10 نفر هنوز با هم دوستن، 9 تاشون هم نه، همه با هم دوست شدن، هیچ کی نمیشناخت. همه روز اول سلام اسم شما چیه، سلام فلان، همه با هم رفیقن، همه با هم دوستن، همه با هم اشغال دارن میکنن. ولی اگه من 10 تا دختر رو بیارم توی یه جمع که همدیگه رو ندیده بودن، دخترا با هم 10 تاشون با هم دوست نمیشن دیگه، چه برسه یه پسر بیاری بخواد با یه دختر دوست بشه. من این چیزی که واقعا دیدم، تو فکر می‌کنی متفاوته؟ ببین هستش، اینکه من خودم پسرم میدونم که هم چیزی هست، بین دوستانم دیدم، ولی خدایی مثلا از هر دختری هم میپرسم مثلا چه میدونم واقعا قصد مثلا دوستی و پسر چیه، مثلا نمیگن چیز سکسیه، میدونی چی میگن؟ اونا واقعا شاید داستانشون فرق میکنه، یعنی اون چیزا رو ندارن که حتما بخوام تهش به چیز برسم، به قول تو بوم چیز نه میتونم برسم. ببینم دخترا دوست پسر بخوان، ما دوست دختر نمیخوایم. آره برای واقعا اینکه دخترا همین مثلا که از نمیدونم 10 تا دختر رو بیاری برای هم نتال ندیدن، با هم 10 هفته پوکر بازی کنن، 10 تا دختر با هم دوست نمیشن. شاید 3 تاشون با هم دوست بشن، ولی عمرن 3 تا دیگه‌شون با اون یکی 3 تا دشمن میشن، بعد پوکر میپاشه، بعد 7 سال بعد میبینی هنوز هم پشت هم حرف میزنن. این واقعیت دختراست. واسه همین هم 3-4 تا تیم میشن تو 10 نفر. همین میگم دیگه. ولی دخترها وقتی میبینن پسرها انقدر خوبن و اینا، و وقتی تو مثلا خب ما پسریم نمیفهمیم ما چیم، ولی دخترها وقتی ما نگاه میکنن یه چیز، مثلا میگم تو شب اگه ساعت 10 شب بری تو خیابون راه میری، فقط داری راه میری. هیچ دختری 10 شب تو خیابون راه میره فقط راه نمیره، داره فرار میکنه. میفهمی فرقو؟ یعنی همیشه دارن نگاه میکنن یه دونه موتور بپیچه، دختره برگشته، قلبش شروع میکنه زدن، میگه اومد ترتیب آمده کجا میخواد بر ترتیب، اون پشت میتونه بکنه، اون پشت میتونه، وای بهم تا موتور رد میگه آخه، بعد داره میاد یه دونه یه پسر از جلو داره میاد، میگه وای تا برسه. من خودم دیدم مثلا تو خیابون که دارم راه میرم، یه دختر که جلو میاد تا به من برسه قشنگ تو مغزش داره با خودش میجنگه، خدا کنه این دیوونه نباشه، خدا کنه این با من کاری نداشته باشه. ولی ما وقتی تو خیابون راه میریم داریم راه میریم. واسه همین اگر من توی اون دنیا بودم که همیشه تو ترس بودم، بعد یه مدل دیگه از من وجود داشت که زورش زیادتر بود، قدرت داشت، خب منم آرزوم بود با اون لامصب دوست شم. پس دخترها خیلی حق دارن بخوام با پسر دوست شن، ما نمیخوام با دختر دوست شیم. ما فقط دلمون میخواد با دخترها به قول معروف حال و حول کنیم. دخترها چون بهمون حال و حول نمیدن و اینو فهمیدن، پا میده تموم نمیکنه، تو میری اونجا گیر میکنی که بهش میگن تو فرند زون گیر کردی. کسی پسر تو فرند زون گیر میکنن همین دیگه، دختر در واقع میگه بیا با من دوست شو، ولی چون من میدونم اگه باهات بخوام میذاری منو میری، من هی تو رو میکشم. من داستان دارم اینو خیلی دوست دارم. دختره بود 2 سال باهاش من تو رابطه بودم، نه که تو رابطه بودم، همین دوستش بودم، ازش خوشم میومد، من به من پا نمیداد چون من ازش کوچیک‌تر بودم. بعد 2 سال باهاش رفیق بودم، هر کاری بگی من واسه این کردم. یه شب ساعت 12:30 شب زنگ زد بریم بسکتبال، من ورش داشتم، رفتیم زمین بسکتبال نشستیم با هم بسکتبال 12:30 شب. دیگه بریم سینما، بریم اینجا، هر کاری میگفت من باش میگم. ما با هم دوستیم و من میبرم، تو منو ببر، یا ما تو ماشینمون بودیم یا اون تو ماشین ما بود، عشقا. تا یه شب رفتیم با هم دیگه کلاب و اومدیم خونه. اینم دیگه اون شب تصمیم گرفته بود که کار تمام کنه، با خودش لباس خوابیدن آورده بود، من اصلا یعنی نمیدونستم. دیگه شب اومد نرفت خونه‌ش، اومد بالا و رفتیم تو اتاق و بوم چیکی بوم. و چه قدم کثافت کاری بود از طرف من، یعنی چون من 2 سال بود داشتم واسه این لحظه آماده میشدم، یعنی از دیگه دیگه ببین چه گندی که نزدم.
خود این تصویر رو می‌سازه. خلاصه آقا کارا رو کردیم و من خوابیدم. بعد صبح ساعت 9 چشم باز کردم، نمیدونی نشسته اونور تخت داره من نگاه میکنه با لبخند. بعد خدا وکیلی اصلا واسم زشت شده بود. این خیلی برام جالب بود. کسی که من 2 سال تو کفش بودم گفتم وای اون لبا رو نگاه کن آخه، چون چشا رو نگاه کن رنگی فلان. بعد صبح که آشنا شدم چقدر زشته این، چقدر معمولیه، چی من خوشم اومدم با قیافه عقب موندهش با چشای چپش، مثلا اصلا باور نمیشه چقدر 2 سال توی 5 قبل بین رفت. بعد تو فکر کردم که چطوری من دست این فرار کنم الان. بعد گفتش که من این غذاتو که جدیدن درست کردی خیلی معروفه رو میخوام برام درست کنی. یه چاینیز فود بود. حالا بعد آقا یه جوک بگم، ساید جوک، من خالم که میومد ایران من بچه بودم میگفت میام براتون چاینیز فود درست کنم. بعد من فکر میکردم که یه چاییه که اسمش نیز فوده. بعد همش خالم میومد میگفتم آقا این چاییه رو کی میدی؟ بعدم نمیفهمید چی من دارم میگم. مثلا کدوم چایی؟ آقا این چایی کی میگفت؟ میگم چای میدم. من نگفتم چای میدم بابا، خودت گفتی چای میدی. بعد یه روز من گفتم آقا میخوام چاینیز فود درست کنم. گفتم بیا همین چاینیز فود. نیز فوده چیه؟ گفت دریوس چاینیز. خیلی خوب بودی. خلاصه این گفتش که من یه چای براش درست کنم. گفتم که ببین چای نیست. بعد گفتش که گفتم من خیلی خوابم میاد 9 صبح یزید ما 5 رسیدیم خونه. یه کاری کن تو پاشو برو خونه لباساتو عوض کن آماده شو این حرفا. بعد من میخوابم. بعد که خوابیدم بلند شدم زنگ بهت میزنم میام ورد میذارم با هم دیگه بریم مغازه وسایلشو بخریم غذا درست کنیم. گفت اوکی. رفت تلفنشو بلاک کردم خوابیدم دیگه جوابش ندادم تا امروز. یعنی این رفاقت پسر و دختره تو دنیای من. اصلا خیلی درسته. بعد میدونی خیلی چی واسه من جالبه این که من خودم به چشم دیدم کسایی که به قول تو میرن تو فرنزون نمیدونم واقعا چقدر یه آدم تونه خر باشه. ببین اون فرنزون دوست دارم نمیفهم چیه این داستان. یعنی ببین مثلا طرف میره تو فرنزون یه دختر بعد دوباره میره تو فرنزون یه دختر دیگه و مثلا 3-4 تا اینجوری فقط به خاطر اینکه نمیدونم برسونتشون یا بیارتشون فقط نگهشون میدارن. نمیدونم چیه داستانه. خب برای اینکه جور دیگه نمیتونیش برسه دیگه. منم اگه دخترا بهم پا نمیدادن، من بهم پا میدادن چون وضع مالیم خوب بود، من بهم پا میدادن چون قدم 2 متره، من بهم پا میدادن چون زورم زیاد بود، من بهم پا میدادن چون که دوستان مثلا یه ملو مثلا سرگروه بودیم. این لیلی بود که به ما پا میدادن. خب مگه اینا نداشتم؟ اگه من بابام وضعش خوب نبود، اگر من خودم باهوش نبودم، اگر قدم 1.40 متر بود، خب دخترها به منم پا نمیدادن چون به اون یارو که اینا رو داشت پا میدادن. و اگه یه ماشین می‌خریدن دختر چشاش اینجوری میشه میگفتن خب اوکی بیا سوار شو. اوریدی من هر روز سوارش میکردم با خوشحالیت. چرا که نه؟ من که دارم راهو میرم یه ساعت میکنمش 1.5 ساعت نیم ساعت با یه دختر حرف میزنم، شب میرم به یاد دختر حداقل میزنم. بوشو یادمه دیدم صندل پوشیده بود شست پاشو دیدم لباسش افتاد این و یه نوک ممهشو دیدم هرچی. من کاملا راضی ام با این موضوع. یعنی نه آخه ببین من خودم مثلا اینجوری نیستم که ببین تهش آدم میبینه دیگه. تهش وقتی میدونی به خاطر این کارت و اون کارت میخواد به خاطر خب وقتی دست نمیاری چیکار میکردی؟ الان تنها آپشن اینه که بیا با رعنا بری بیرون. خب رعنا رو زدم خدافظ. خب الان فکر کن 1 سال دختر ندیدی تو الان میگن چی؟ میگن حرف در جای گرم پا میشه همین چیزی میگن. معلوم میشه که مثلا دیروز یکی بهت داده. من قبل زب میده رفتم همون خاطر اون بود. خودت از خودت دادی. نه ببین آخه نمیدونم یعنی تو به جای اینا بودی هم حرکتی میزدی؟ 100%. چرا که نه؟ من عاشق دخترم و اگر من کسی بهم پا نمیداد هر کاری حاضر بودم بکنم. تازه اگه اون جواب نمیدادم رفتم پولدار میشم و پول خرج میکردم. درسته. من یه بار یه چیز کرده بودم. تو فکر کنم تو بچگی دوست دختر خیلی زیاد داشتی نه؟ خیلی زیاد. انقدر که وقتی مهمونی میگرفتم بهم قول میزدم پسر دعوت کن. خب ببین بعد دقیقاً داستان من برعکس بود. من کلا واسه بودم من اینجوری بودم که نمیدونم دخترام میشن مثلا این مدلی بودم کلا بزرگ شدم.
من نمیدونم یادت یا نه، توی یه دونه ویدیو سیویل وار سپر گفتش که علیرضا جی جی ازت یه سوال پرسیده. گفتم چی؟ بعد گفتش که آره بهش بگو که چیکار میکرد که تو بچگی همه با سیویل بودن، سهیل همیشه با 4 تا دختر میومد. هیچ وقت ما سهیلو بدون 4 تا دختر نمیدیدیم. یه دونه دارم اینو گفتم قبلا توی ویدیوهای، دوباره تکرار میکنم چون کسی نشنید. باحاله. با یه مهمونی رفتم، بعد دخترم گفتش که سهیل 3 هفته است دارم بهت میگم بریم یه جایی، هر هفته میگید سرم شلوغه، من به خدا هر رو برنامه دارم. گفتم همین یعنی یه قرار بزنیم. گفتم که هفته دیگه چهارشنبه شام. گفت اوکی. بعد باهاشون دم روبروی اسکان قرار گذاشتم، تهران برگر هر چی بود اسمش. بعد رفتم اونجا با نشست رسیدم، 4 تا دخترام اونجا بودن. بعد سلام کردم و فلان اینا. بعد گفتم خب بریم دیگه. بعد گفتم که بابا وایسا یکی دیگه هم داره میاد. بعد گفتم که اوکی. بعد وایسادم، بعد یه دونه آژانس وایساد و یه 4 تا دختر ازش پیاده شدن. بچه خیلی میاد دخترش من نگاه کرد گفت تو با 4 تا دختر قرار داشتی 4 تا دختر دیگه هم دعوت کردی؟ گفتم آره چون اونم شاکی بود، تنها راهی که این بود که جفتتون رو امشب ببینم که اینقدر قور نزنین، میخوایم باید قرار بزنیم نیستی. خلاصه شدن 8 دختر رو من راه افتادم پشت سر اینا بریم طبقه بالا رو پشتمون. بعد موقع مجرد راه نمیدادن، باید یا متأهل بود یا دختر. یارو دربونه واسطه بود و این 8 دختر رفتن تو. من که اومدم برم تو درو بست. بعد گفتم که چه در میبندی؟ گفت متاسفانه مجرد راه نمیدیم. گفتم لامصب 8 تا دختر آوردم دیگه چیکار کنم دیگه مجرد نباشم. یه نفر بخواد راه برید منم. یه خنده که اگه اوکی تو خوب، یعنی مثلا دمت گرم که انقدر باهوشی و چیز بامزه گفتی ولی هنوز راد نمیدم، برو گم شو. گفتم وا درو وا کن. خب ببین بعد خودی دارم جدی میگم چی درو باز کرد. 8 دختر واسه گفتن چرا راش نمیدی؟ بعد اومدم برم تو، یه دقیقه نگرم داشت در بس. گفت دمت گرم خدایی دمت گرم. هیچ وقتی سعی نمی‌کنم چون اومدم در نگرم داشت در بس. میگم دوباره واسه چی نگم داری؟ گفت دمت گرم. اصلا انقدر عشق کرد. بس سر اینم که کی پول غذای منو بده بین اون دو تا گروه چیز بود. من میدم. یکی از این بهترین شب زندگیمه که تو ایران یادم، یعنی گنگ ترین شبم اینه دیگه. فکر کنم هر 8 نفر بریم اینو بعد یه نفرم اینجوری ازت تعریف کنه، یعنی یه نفر شاهد باشه از شرایط. هیچ چرا نمیدونم درو بس دیگه چیه. دمت ببین بیشتر به خاطر اون احساسه مثلا دوست دختر زیاد داشتی یا نه مثلا به خاطر اینکه تاج می‌خواستی به اون چیفون برسی؟ می‌دونی چی میگم؟ یعنی احساس خوبی می‌گرفتی؟ همش با هم. من خب اول دختر خیلی دوست داشتم چون من می‌بینی خیلی حشرم بالاست دیگه و من زیبایی رو دوست دارم. خب خیلی دوست دارم برسم به دختر بچلونن و پارش کنن تموم شه. من دختر خودش رو دوست دارم. من که مثلا می‌بینم زیباییشو، نمیدونم کیوت بودنش، ایناشو لذت می‌بردم. برای همین هر دختری که می‌دیدم به چشم حمله بهش نگاه نمی‌کردم، به عنوان اینکه یه دختر تو جزء به قول کلکسیون دخترام اضافه شد فقط نگاه می‌کردم. مثلا اون چیزی که رزومه‌ای که راجع به خودت داری یه توپی باشه، مثلا بگی با این رفتم با اون اومدم. آره دیگه، مثلا حواسم بود با کیا باشم. بعد دوست داشتم که دختر رو دنبالم بودن. خیلی احساس خوبی بود که مثلا دختره مثلا به پا میدادن ولی من دوست دختر دارم. یا اگه اون تایم اینستا بود 10 برابره. مگه اینستاگرام بود من یکی از معروف ترین آدمای زمانم میشدم. دارم بهت میگم اون زمانی که من این داستانایی که من تعریف میکنم همه میگن مگه میشه، من برای هیچکی برای این طبیعتم بوده. میفهمی؟ فکر کن یه دوربین میذاشتی جلوم بعد میگفتی اگه یه کار دیوونه بکنی پول در میاری معروف میشی. من برای اینکه پول در نیارم و معروف نشم اون کارا رو میکردم. و فکر کن تو ببین مثلا مدرسه رو روزی 3 بار آتیش میزدم. یعنی مثلا مدرسه رو آتیش میزدم، آتش نشانی که میاد آتش نشانی آتیش میزدم. بعد رفتی پاچت اصلا این آره من با فاصله 15 سال میس کردم وحشی. وگرنه بدم بهت میگم مثلا باور نمیشه من تو چه لول. بعد میگم این ما زمانیه که تو ایران می‌خواستی به یکی زنگ میزنی یه دونه شماره تلفن بود، زنگ میزدی بابا یارو ورمیش بعد قطع می‌کردی. این نرمال بود تو همه. ایمیل به وجود نیومده بود هنوز، فقط یه دونه آپشن داشتی تلفن، زنگ میزدی بابا ورمیش. بعد تازه اگه زنگ میزدی بابا 2-3 بار بابا ورمیش، بابا دخترا رو انیویز دعوا می‌کرد چون میفهمید که واسه اونه دیگه. خلاصه میگم ببین دوستای من همشون موقعیت منو داشتن یا بهتر، یعنی خونه هاشون یا مثل من بود یا بزرگتر. همشون همه چیشون اوکی، قیافه اوکی، قد اوکی فلان. دختر بازی من اصلش رو خنده بود. من میخندوندم دخترا رو و دخترا عاشق این بودن. من تمام نون دختری که خوردم مال بامزه بازی بود و علاوه اینکه بیادب بودم ولی بی تربیت نبودم. بیا ببین پیام کار کردی فلان. این حرفش واقعا خیلی مهمه. یعنی ببین تو
یه بار دختر رو بخندونی، مثلا اون اولش یه بار بخندونی، الان که این اصلا دیگه چرس همه، یه بار تو چت بخندونی، 2 بار بخندونی، اصلا خودش دیگه تک میده. اصلا این خیلی ساده ایه که تو هنر خندوندن داشته باشی. و من چیز اصلی این بود، چون عاشق این بودم که آدما رو بخندونم. من دخترها رو نمیخندونم چون بهشون نزدیک شم، من از خندوندن آدما خوشحال میشدم. دخترها واسه من راحت تر بودن بخندونمشون، پسرای خود سخت تر بودن. پسرها هم میخندوندم و زیاد، ولی وقتی میخواستم جوک بکنم توی جمع، دختر برام راحت تر بود، چون که توی ایران به خاطر اسلامی بودنش و اینا یه سری حرفا خیلی غیر قانونی و زشت بود و مثلا کسی نمیزد و من اونو استفاده میکردم. مثلا به پسر میگفتی مثلا صبح با خودت ور میگفت آره، به دختره میگفتی قرمز میشد، 5 نفر میزدن زیر خنده. خیلی فرق داشت. واسه من اونو استفاده میکردم تو جوکام، خیلی قوی میشد جوکام و واسه همین دخترا رو همیشه خیلی میخندوندم و همیشه تو جمع مثلا یادم بیرون میرفتیم، همیشه من تو ماشین دخترا بودم، همیشه دخترا میگفتن سهیل بیا با ما، مثلا دخترا میگفتن ما میخوایم دخترانه بریم رستوران، سهیل بریم، همیشه منو میبرن تو دخترانه. 100% این چیزی که تعریف میکنی یه قشنگ چند نفر حسادت زیاد به تو داشتن دیگه، وقتی دخترم مثلا میگفتن بیاد تو ماشین ما فلان اینا. آره دیگه من خب دیگه ببین علیرضا جی که دمین دختر سر بگوش میره بالا، بعد از 30 سال یادشه زنگ زده میگه بگو سپر این چیکار میکرد همیشه داورش دختر بود. اونم براش عجیبه، یعنی اونم رفته این همه دنیا چرخیده، آدمای متفاوت دیده، هنوز این براش جالبه که این چیکار میکرد. من فقط چیزی این بود که یکی راستگو بودم، خیلی راستگو بودم، اینو خیلی دختر دوست داشتم. مثلا میگم غذا خوشمزه است، میگفتم نه غذا گوه میده، من خودم درست کردم. گفتم خب به جهنم چه ربطی داره کی درست کرده به مزه غذا؟ سوالی بود که غذا خوبه، من گفتم نه مزه بد میده، لطفاً بیشتر درست کن یا دیگه غذا درست نکن. بعد هم دخترا میخندین از این جواب من، هم خیلی خوششون میومد که آقا این یارو راست داره میگه. آره دیگه، وقتی مثلا دوبارم ازش تعریف کنید دیگه میدونی این تعریفا رو داری راست میگی. یه دفعه تو یه دونه مهمونی بودم، 7-8 دختر داشتن عکس میگرفتن، از این عکسی که رفتن یه آینه پیدا کردن، همه وای میستادن توی خونه داشتن از آینه عکس میگرفتن و من دویدم تو رفتم پشتشون وایسادم و یه عکس گرفتیم. گفتن خب حالا بچه‌ها عکس بعدی رو می‌خوایم ویدیو بگیریم، کاری که می‌کنیم من میام عقب بعد شما هم میایین طرف من دوباره میام عقب شما بعد میگم نه این طرف من دیگه. خب بعد اینو که من گفتم یه 8 دختر ترکی نخنده. خب مثلا کار اینجوری میکنم، مثلا اون چیزی که دلت میخواد و میگم مثلا من خیلی دلم میخواد الان برم شما همه بخواید خودتون همتون بیاین بریزین رو من بگم نه. بعد کار اینجوری مثلا اینجوری نبود که مثلا میرفتم یه جوک میگفتم تو از آسمون اومدی الان پس ماه بیرون نیست. یک بار تو زندگی من از این جمله استفاده نکردم، یعنی یک بار تا حالا پیکاپ لاین من نداشتم. اصلا که بخوای راجبش فکر اینجوری بکنی ریدوام میشه. اصلا پیکاپ لاین معنی نداره. من تو زندگی میگم یک بار پیکاپ لاین استفاده نکردم. یعنی تو یکی که انقدر دختر بازی واسش مهم بوده و راجعش فکر میکرده، چرا فکر میکنی یه بار استفاده نکردم؟ چون کار نمیکنه. پیکاپ لاین یعنی چی؟ میشی یارو میگی سلام اسمت چیه، میخوام ترتیب تو بدم بیسیکلی، ولی نمیگی اینو بهش، قدم به قدم میری جلو تا برسی روزی بهش بگی میخوام ترتیب تو بدم. این به قول معروف دو قرون بنده بود. ولی من نمیتونم ببینم دختر و پسر با هم دوست بشن فقط به خاطر اینکه میخوام با هم دوست بشن. دلیلی هم که من خودم این کارو میکردم برای این بود که باحال بود، برای اینکه بود دلم یه عالمه دختر داشتم، برای این بود که یادم یه فکر بهم زنگ زد که آقا من خونه نفر مهمونی دعوتم، تولدشه بنده خدا، یک دونه دختر نیومده، فقط 10 تا سیبیلن، میشه دختر برداری بیاری؟ این ناراحته بنده خدا. بعد مثلا من تو چند دقیقه داشتم 10 تا دختر بردم اونجا. البته یه دختر اونجا بود، اینو خیلی جالبه، فکر کنم همچین داستانی شد. وارد شدم و یه دختره اونجا نشسته بود. بعد تا من وارد شدم یه دختر چشش گرد شد، بلند شد دوید اومد طرف منو بغل کرد، اسمش هم سپیده بود، منو بغل کرد گفت وای چقدر خوشحالم تو اومدی، من هیچ کی نمیشناختم اینجا. این چقدر باحال بود واسه من، این چه عشقی می‌کردم. میگم وارد شدم با 10 تا دختر، بعد یه دختر تو مهمونیه، بعد با این حالتی که بهم گفتن که آقا ما اصلا نمیدونیم تو کی، نمیخوام تو مهمونیمون باشی، مثلا دعوتت نکردیم، ولی چون الان اومدیم لطفا شما پاشو بیا با خود دختر بیا. من با دختر رفتم اونجا و یه دختر تو مهمونی، اونم میاد طرف من. بعد من عقده‌ای چیکار کردم؟ گفتم وسط مهمونی وایسادم،
بهشون گفتم برای رپ بذارین، چون از این آهنگ ایرانی گوش کردم. ایرانی چیه؟ آهنگ دکتر دری گذاشتن، خودم سیشو بشودم، خودم وایسادم، دخترها رو گفتم دورم وایسین، بعد اینجوری میرقصیدم، بعد برمیگشتم با این یکی میرقصیدم، با هر دختری مثلا 5 ثانیه میرقصیدم. سیبیلایی که آتیش میگفتن تو مهمونی فقط. بعد یه سیبیله اومد به دختره گیر داد تو گروه من به اسم مریم، یعنی رفتم غذا میخوردم، بعد یهو دیدم مریم اومد با گریه بغل من، سهیل پدرام منو ناراحت کرده. حالا اسم پسر من چیه؟ بعد من یهو بلند شدم گفتم آقا پدرام کیه؟ اومدن منو گرفتن گفتن نه آروم باش، همه چی خوبه. بعد اومدن که گفتن آقا پدرام هم انداختم پارتی بیرون. گفتم پدرام جواب اومد که واسهشو بدین که پولش روش دادن و پدرام سوار ماشین شد رفت. بهش تاکسی گفتم فرستادنش بره که یه وقت من ناراحت نشم، که اگه من ناراحت شم برم دخترام میرن. من برای این دوست دختر داشتم، نه من که باشون حرف میزدم میخوام. اگه دلم میشکست ناراحت بودم حتما به دوست پسرم زنگ میزدم، اگه مشکلی داشتم سوال داشتم به دوست پسرم زنگ میزدم، اگه خبر میخواستم برام کسی بیاره، میخواستم آبروی کسی رو ببریم، کاری از این کارا بکنم به دختر زنگ میزدم. برای کار عاقلانه به دختر زنگ نمیزدم وقتی که این همه دختر داشتم، یعنی فقط دختر. به جون مامانم دارم میگم، یعنی به این فکر بکن 16 سالگی تولد گرفتی 10 تا دختر بهت زنگ بزنن بگن سهیل عاشقتیم، مرسی، خیلی خوبه مهمونی میگیری، ولی میشه لطفا چند تا پسرم دعوت کنی؟ این حرم سرا میمونه خونت، فقط دختر هستش. بعد من دو پسر نداشتم دعوت کنم، من به دوستای پسرم زنگ زدم گفتم لطفا پسر بیارین. به همون گفتن دوستامون خودمونیم، ما 5 تا دوستیم دیگه، دوستای دیگه من دوستای تو ان، ما کسی دیگه نداریم، به کی زنگ بزنی؟ اونم الان عکسش هست، مثلا عکس تولدمه، بعد مثلا من 10 تا پسرن 6 تاشون همین الان نمیدونم کیان، نه اسمشون رو میدونم نه فامیلشون، اصلا نمیدونم مثلا تو مدرسه‌مون بودن، اصلا نمیدونم این پسر از کجا اومدن. دنبال پسر میگشیم، آقا هر کی از پسر برداریم، میگه پسر لازم داریم، پسر نداره مهمونیمون. چند تا آمار اینجوری داری تو بچهای 16 سالگی 17 سالگی تو ایران؟ تا حالا تو فیلم من ندیدم. من مدیون بابامم، یعنی اینم بگم لطفاً که وقت گذاشت نه جا نیفته، من همه اینا رو مدیون بابامم، چون من یادم وقتی من بچه بودم همه باباهاشون مثل سگ میترسیدن و همه قایم میکردن و این دیفالت بود که تو به بابات نباید بگی با دختری واسه بعد قایم میکردی. بعد بابا هم چون میری تو داری قایم میکنی با همون استایل میرفت، یعنی میری تو میفهمی نمیگه آقا چی قایم کردی دیوونه ای به جبم، نه قایم این. و من اینو همه دوستان میدیدم. بعد خودش خود فکر کردم گفتم خب من که اینجوری نیستم، از این حوصله کار ندارم. من دختر اولی که گرفتم گفتم پاشو بیا خونم. بعد یادم بابام خوابیده بود رو مبل، بابا من چه چیزاش هر روز زور میخوابید رو مبل، گفتم خب تو تختت بخوام، گفتم نه من مبل دوست دارم. خوابیده رو مبل، بعد یهو دینگ دینگ زنگ زدن، بابا شو منتظر کسی هستی؟ گفتم آره دوست دخترم، پاشو برو تو تختت آبرومو نبر. بعد این اولین باریه که من به بابام گفتم دختر تو زندگیمه، پاشو برو تو تختت آبرومو نبر، چون با شورت میخوابی. بعد واسه همین اگه بابا من اون روز میگفت بعد دست دختر فرق اومدن مسخره ایرانی‌ها رو در می آورد، خب منم بعد قایم میکردم و دیگه نمی‌تونستم. ولی من چون اینجوری بودم و راحت بودم و اینا دیگه. یه داستان خیلی باحال بعد رفتم ایران و یه دختره رو دیدم که مثلا بچگی می‌دیدمش، بعد گفت تو پرروترین آدمی هستی که من تو زندگیم دیدم. گفتم چرا؟ تو که 30 سال ندیدم، چه اتفاقی افتاده؟ گفت یاد نمیاد چیکار کردی بچه بودی؟ گفتم نه. گفت زنگ زدی خونم ساعت 10:30 شب، بعد بابام گوشی رو برداشته، بعد به بابام میگه که سلام دزیره خونه است، بعد بابام میگه که نه دزیره خوابه، بعد برگشتی به بابام میگی که برو بیدارش کن. بعد میگه فکر کنم من خوابیدم، بابا اومده بیدارم کردم، دزیره بیدار شدم. بعد میگم چی شده؟ پاشو بیا تلفن سهیله. میگه من پرکور کم ریخته بود که تو چقدر پر روی بعد باباه انقدر سوپرچو نمیرسه چیکار کنه. یکی زنگ زده بود دختر از گوشبار بیدارش کنه، مثلا بابا بریم بیدار کنیم، هیچ کی داره این از ما نخواسته، چیز مهمه بریم بیدار کنیم چیه؟ پر رو بودن خیلی پی آف میکنه، وحشیا. و من خیلی پر رو بودم، بچه‌ها هنوزم اصلا بچه‌ها خیلی پر رو بودم. یعنی مثلا یه دفعه یادم یارو داشتم با دختر حرف می‌زدم، بعد یهو باباش اومد رو خط و گفت اوه تو من پدرتو در میارم و زنگ میزنم به مخابرات، تلفنتو در میارم میام آدرس رو. گفتم آروم باش بابا، اسمم سهیل، فامیلم اقتصادیمه، آدرسم هم هست ظفر کوچه رئیسی. ای رئیسی پلاک 20 زنگ وسط. چیکار می‌خوای بکنی حالا؟
بعد بابای خود گوش نگراش گفت تو خیلی پری، گوشو قطع کردم. میدونی ایرانی‌ها صدامدارشون زیاده. نه ترسین، چیکار می‌خواد بکنه؟ فاش کتک می‌خوره یه تش دیگه. چه بدترین حالته. تو تمام زندگی دختر بازیم یه بار کتک خوردم به جهنم. آره خیلی مهمه. من واقعا اصلا ببین کلا به قول تو 30 سالگی بعد که آدم ازدواج میکنه و میره، این 18 تا 28 خیلی تایم بدی اگه بخوای از دستش بدی. یعنی تو چه میدونم 10 بارم ریجکت میشی، حداقل میدونی که ریجکت میشی. میدونی چی میگم؟ یه چیزی رو خود میفهمی دیگه. آره یه چیزی میفهمی، بالاخره یه چیزی دستت میاد. آقا برعکس یوتیوب، من تو خونم داره رنوویشن انجام میشه طبق معمول. هم دو سه تا کارگر اونور دارن سقف و میسابن، سر و صدا داره میاد، با هم دارن حرف میزنن و من جدا میدونم اینقدر سیستم خوبه شما هیچ چه نمیشین، ولی این بعد دهنم سرویس شده. خواستم بهتون بگم حالش کنین بخندین. خود دمتون گرم آقا، مرسی. تا برنامه بعدی، چاکس. اقتصادی